چنده که نماز 5 وقته را برای زنها در مسئله فقه حنفی کراهیت گفتند. لیکن اگر جماعتشان کراهیت هم که داشته باشد، لیکن پهلوهای ثوابشان خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. از این خاطر می توانند زنها که در این ماه جماعت ترتیب دهند، یگان زن عالمه را پیش درارند، همون در صف اولشان نمازشان خوانده دهد، خوب است، این نیک است. لیکن در برابر این باز چیکار کنند؟ باید که چیزی به مردم رسانند. سلام علیکم برادرها و شفافرما، مراجعه دارم. بسیار شما برای ریش و موی سر دارو میپرسیده. میناکسیدیل 16% اومگا ایتالیا، همچنین برادرها 5% هستای، ویتامین بیوتین هستای و همچنین سینک هستای ویتامین. برادرها اینجا کامپلیت کورس استفاده میبره، примерно 3 ماه دوام میکنه. در مدت 2 ماه میتونه که ریش برآوره، در مدت 3 ماه میتونه که موی سر برآوره. کد میده که در کارهای مرحمت مراجعه کنید، زنگ بزنید، با همه شهرها دستیابی میکنیم. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین و رضی الله تعالی عن الصحابة اجمعین و من تبعهم باحسان الى یوم الدین. السلام علیکم حاضرین محترم، برادرانی خیلی عزیز و گرامی. اولا همه شما بندگان خدا را به این روزهای خیلی پرفیض و پراجر، چه از فرارسیدن ماه مبارک رمضان و چه از این بهترین روزهای هفته، روز جمعه، تبریک و تهنیت میگویم و از پروردگار همچه یک بنده گناهگار التجا دارم که خدای مهربان این یک ماه رمضانی که پس فردا بالای ما و شما می آید، خدای این با یک تنی صحت و با یک وقت خوش و با تمام گرفتن ثوابهای این یک ماه و همه ما بندگانش خداوند نصیب بگرداند و خدای مهربان گذشتگان این جمعیت ما را رحمت و مغفرت بگردانی، بیماری ها من شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزی بگردانی و تمام مسافرانی که از این شهر، از این جمهوری و تمام آن دادرانی که از ما خواهش کردن در سفر هستند، خدایا سفرهای همگی را با خیر و با برار بگردانی و صحت و سلامت خدایا به خاندانشان برسانی. پیغمبری خدا گفتند نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الامن والعافیه. 2 نعمتی هست که امتان من این 2 نعمت را گم کردند، یا گوییم 2 نعمتی هست که بندگان خدا این 2 نعمت را گم کرده اند، میرسند با قدر این 2 نعمت بعد رفتن از دست
که این دو نعمت کدام بود؟ یکی تنی صحت و یکی آرامی. خدایا بدنهای ما را همیشه صحت و سلامت نگه دار. خدایا این دولت تاجیکستان همیشه آرام نگه دار. خدایا صلح و آسایشتگی و یکدیگر فهمی را خدایا همیشه در این حکومت ما برقرار و بردوام نگه دار. و خدایا رئیس جمهورم که برای بهبودی این دولت تاجیکان سعی و کوشش ها دارد و همه ما وظیفه‌دار هستیم که در حق ایشان دعا کنیم. خدایا عمر دراز و توفیق در بندگی و در همه نیت‌های نیکش خدایا ظفر نصیبشون بگردانی. آمین و رب العالمین. جمعه پیشین ما با شما وعده کرده بودیم که در اطراف زکات و ثواب زکات و کسانی که زکات نمیدهند چی وعید از جانب پروردگار است و شما صحبت میکنم. لیکن متاسفانه این هفته گذشته کلا ما در سفر بودیم که حتی دیگر فرصتی گوییم کتابینی هم نشد. خیلی راه درازم طی کردیم و این الحال یک چند ساعت پیش از ما همون حاجی داملا به نام سیف الدین خواهش کردن که تمام این مردم درغ بعد نماز بامداد گفتن که به داملا تلفن کن و از تمام مردم کولاب طلب کن که در حق ما دعا کنن. ما به ناحیه عینی رفتیم. از ناحیه عینی باز یک خیلی گوییم راه دراز قریب 6-7 ساعته دیگر بالا با بالای کو که درغ می گفتند که همین کلمه های پیشینه سعودی بوده است، درغ شریف. خیلی گویم یک سیاحت پرثواب. یعنی مقصد از اونجا دعوت بود. یک گومی سفید 80 ساله بود هم توی ختنه. الحمدلله که البته گویم خیلی معرکه های خوب و دلچسب به انجام رسید و اون مردم از ما هم خیلی منتدار شدن و همگی البته آرزو هم کردن که انشاءالله ما هم به جایهایی که شما هستین انشاءالله میرسیم و همگی دعا کنیم که خدای مهربان آن توفیقی که خدا به آنها نصیب گردانیده است باز هم بیشتر خدای مهربان نصیبشان بگرداند و خداوند همون درغ شریف را پرفیض و پربرکات بگرداند و همه آفت و بلاها را خدا از همون درغ شریف دور بگرداند. آمین و رب العالمین. البته بسیار یک بهترین مهمانداری را راستی بار بعضی از همون مردم خودی همون درغ شریف میگفتند که این درغ شریف آخر دنیا هست. بی نهایت گویم در یک مکان جایگیر است که اگر انسان رود میگوید شاید که اینها از همه مدنیت دور باشند، لیکن در اصل تا جایی که ما اونها را چیزی آموزیم ما از اونها بسیاری چیزها را آموختیم. بی نهایت مهمانداری در اوج عالی هست. بی نهایت بسیار مردمی با فهم، مردمی با مدنیت، مردمی که بی نهایت از علم هم دنیا و هم اسلام آگاه. خیلی گویم نماینده های زیادی از همون درغ شریف در تاجیکستان، در دوشنبه، در پایتخت بسیار در یک زینه های بلند کار میکنن. یک قشلاقی که شاید 200 خواجگی دارد و خلاص
از همین 200 خواجگی اعلان کردند که بهترین عربی شناس تاجیکستان در وزارت کارهای داخلی، وزارت کارهای خارجی کار میکند، این از همون درق شریف است. و چند مشاورهای رئیس جمهور هم از درق شریف، چندین نماینده ها در اکادمیک هایی که دایر با شناختن رستنی ها، بهترین شخص ها را از اونجا البته نامگیر کردند. بسیار نیک می شود که اگر جوانای ما هم در این شهری که زندگی داریم همه شرایط ها را خداوند برای ما و شما فراهم داده است، چه از گرمی و چه از آب و چه از عمارت های زیبا، اگر این گونه نماینده ها از شهر ما هم که شوند، این یک مایه افتخار شهر ما و شما می شود. از این خاطر من چند سوالی که هست، قریب که خیلی سوالی هست، اگر 10 جمعه که پرده پر جواب گوییم تا حال سوال ها وجود دارن. این جمعه را خدا خواسته باشد من در اطراف بعضی از سوال ها می بخشم و جمعه آینده خدا خواسته باشد از همین فضیلت ماه مبارک چیزی برای شما بیان کنم به خاطر این ماه و بعدا انشاءالله در باب زکات صحبت میکنم. پیش از آنی که به این سوال ها من جواب گردانم، حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حبیب خدا گفتن اگر کسی که این ماه مبارک رمضان که الحمدلله انشاءالله روز یک شنبه آغاز این ماه مبارک است، اگر کسی که از این روز این ماه مبارک ایمانا و احتسابا، از روی ایمانداری، از روی اخلاص اگر روزه دارد، غفر له ما تقدم من ذنبه. حبیب خدا گفت تصور کند که پروردگار تمام آن گناهایی که مقدم پیش انجام داده بود الله همگی را مغفرت میگرداند. تمام آن گناهی که شما از رمضان گذشته تا این رمضان انجام دادید، پروردگار میگوید اگر این ماه را شما به خوشنودی پیشواز گیرید، از آمدن این خوشنود شوید و این از روی ایمانداری و اخلاص اگر روزه گیرید، الله 1 ساله گناه های شما را مغفرت میکند. خیلی بشارتی بلند است، خیلی مکافات عظیم پروردگار به خاطر این ماه مبارک به ما و شما نصیب میکند. در حدیث آی رسول اکرم میگذارد الصلوات الخمس، از نماز، از یک نماز تا نماز، الجمعه الى الجمعه، از جمعه تا جمعه، الرمضان الى الرمضان، از یک ماه رمضان تا ماه دیگری رمضان، مکفرات لما بینهن اذا اجتنبت الکبائر. از رمضان تا رمضان پیغمبر خدا میگد مکفراتون، این نابود کننده گناه های شما هست، اذا اجتنبت الکبائر، اگر دیده و دانسته تو گناه نکرده باشی، اگر تو قصدن گناه کرده باشی، این البته بخشش بین رمضان داخل نمی شود. اگر مبادای از تو گناه سر زد که نفهمیدی یا از روی نادانی بود، از روی جهالت بود، الله در این مدت 1 ساله همش می بخشد به خاطر این ماه رمضانش. از این خاطر ما باید که به در آمدن این ماه مبارک خیلی خوشنود باشیم، زیرا دوستان خدا حتی که این ماه را تمنا و آرزو میکردند که خداوند ما را به این ماه مبارک رساند، زیرا اونها از ثواب و اجر این ماه درکدار بودند. از این خاطر خیلی در این ماه حرکت کننده باشیم، کاری کنیم که این ماه از ما و شما بیهوده صرف نشود.
الحال من اعلان ماهی مبارک برای شما کرده ایستادم. زود است والله که زود است که این ماه از ما و شما میگذرد. باز یک روز اگر حیات باقی باشد از همینجا اعلان میکنم که برادران عزیز فردا عید است. بسیاری بسیار تیز میگذرد. از این خاطر حبیب خدا گفتند من لم یدع قول الضر والعمل به فلیس لله حاجة ان یدع طعامه او شرابه. حبیب خدا گفت کسی که در این یک ماه مبارک رمضان سخن دروغ، غیبت، بهتان اینها را ترک نمی سازد، پروردگار حاجت ندارد که وی خامی نوشد خامی خورد، بر روزه او دیگر پروردگار هیچ حاجتی ندارد. یعنی شما در این یک ماه مبارک رمضان انشاءالله من جمعه آینده که یک مفصلا برای شما اینو بیان میکنم، لیکن تا جمعه آینده که چند روز از این رمضان میگذرد باید خیلی و خیلی با احتیاط باشید. حتی در حدیث ها رسول اکرم گفتند اگر یک نفر شما را دشنام دهد فقل اینی صائم اینی صائم، در جوابش دشنامش نده بلکه بگو من روزدار هستم ای بنده خدا، من روزدار هستم. حتی در گوییم که گوینده دشنام شما باید که دشنام ندهیم بلکه گوییم ما روزدار است ای ما روزدار است. بسیاری بسیار با احتیاط باشین. این یک فضل پروردگار است که اگر خداوند ما و شما را در این ماه زنده نگه دارد بسیار یک ثوابی خیلی زیاده دارد. و در این یک ماه مبارک اگر شروع کنیم از سحرخوری که حبیب خدا گفتند تسحروا فإن فی السحور برکة، شما سحرخیزی کنید، شما سحر خوراکی کنید، یعنی سحر آن طعامی که تیار میکنند آن طعام ها را استفاده برین، زیرا که در سحرخیزی این برکات است. یعنی شما اگر مبادای قوت داشته باشین که تا بگاه چای ناخورده و خوراک ناخورده استادگری کنید، این هم رسول اکرم گفتن ثواب ندارد تا زمانی که تو سحرخیزی نکنی. باید شما سحرخیزین، از چیزی که نباشد حتی یک لقمه هم که باشد خورید و بعدا از اون می توانید که شما اگر صبح ندمیده باشد شما خواب کنید تا صبح دمیدن. لیکن اگر سحر برای سحرخیزی نخیستی در این برکت نیست، در این روزه تو فیض نیست گفتن پیغمبر. حتی که رسول اکرم گفتن فرق بین رمضان مسلمان ها و بین روزه اهل کتاب فقط در سحرخیزی هست. فرق بین روزه ما و فرق بین روزه نصرانی ها فقط در سحرخیزی گفت که اونا در سحر نمیخیزن، مسلمان ها باید در سحر خیزن. باید شما سحرخیزی کنید، اگرچه یک پیاله آب چای هم که باشد همون نوشیم برای خاطر برکت و فیضش، برای خاطر سخن حبیب خدا که امر دارد که شما سحرخیزی کنید. لیکن بسیار دادرای عزیز و پدرای مهربان این ماه خیلی ماه نازک است. نازکی است از جهت چی است که از جهت شما خیلی با احتیاط باشین در خوردن طعام ها که باز برای یگان دشمن دین و اسلام دستک نشود که این ماه رمضان همش درد و همش بیماری می آوردگی است. شما در خوردن همون طعام هاتان خیلی با اهمیت باشید که طعام های گرم قطعی شما چه از قسم سحر چه از قسم بیگاهی روزه شکاری کنید و روزه داری کنید. فقط با طعام های گرم وقت خودش خنک شده است از طعام های خنک، از هر گونه طعام های گوییم که اگر یگان شب مانده و دیگر استفاده نبرید، شاید که اونها سبب شوند و شما بیمار شوید. بعضی بعد نامسلمان های وجود دارند که این روزه خودش چی است؟ روزه خودش البته پیدا کننده بیماری گفته برای خودش یگان دستک تیار میکنه، یگان دلیل تیار میکنه. حالان که زمانی که حبیب خدا صوموا تصیحوا گفت شما روزه گیرید در ماه مبارک رمضان شما تندرست میشوید. روزه سر به سر شفا هست.
سر به سر تمام دردهای شما را نابود میکند. در گزیت خوانده بودم که چندین همون دکترهای خیلی گویم پیش قدم امریکا همون بیماری هاشون را با طریق روزه داشتن تبابت میکردن، که زیرا که حبیب خدا گفتن سرچشمه همه دردها این معده هست. وقتی معده که پر شد همون بیماری ها را تولد کردن میگیرن. اما رمضان این معده های ما و شما خالی هست. و این خاطر حتی سحر هم شما خوراکی زیاد استفاده نبرین. بذار که تا که در بین روز است، در قسم بیگاه است، کمی گرسنگی بالای تو غلبه کند، اون به فایده جسم تو حل می شود، به فایده بدن تو حل می شود. برای همین در خوردن طعام هاتون خیلی با دقت باشیم. لکن یک جای دیگرش خیلی جای افسوس است که بعضی برادرای ما و شما قسم بیگاه میبینی وقتی که کشادن روزه می شود به ناس روزه شان میشکایند. بیگاهی می شود، اول کشایش روزه را که رسول اکرم گفتند با دو چیز می شکایدن، یکی خرما، اگر خرما که نمیشد خرمای تر، اگر خرمای تر نمیافتن خرمای خوش، خرمای خوش که نمیافتن بعد به آب میکشادن. از این خاطر امروز انشاءالله در بسیاری همین مسجدهای ما و شما بچه های گویم سخاوتمند پیدا شدن که مثل این مسجد ما هر سال چندین همون خرماهایی که الحال در فروش هستند میارن، مردم یک دانه‌ای به همون میشکایند. برای این بهترین صورتش با همونها شکایین. شما کار کنین که در این یک ماه حتی همون نازکشی و سیگاریت کشی که دارین اینا تماما دور کنین. این حرام کرده های پروردگارند. شما با حرام کرده های الله روزه هاتون نشکایین. و در نمازهای تراویح، در نمازهای تراویح هم همون امام هایی که البته وجود دارند نه آنقدر سراسیمه نمازهای تراویح را خوانند، نه تیز و گویم نه آنقدر گویم ملایم هم. چگونه ای که رسول اکرم در حدیث های مبارک میگوید هر وقت هایی که یکی از شما امام شدید فلیخفف، باید که نمازها را سبک خوانید. فإن فیهم الصغیر و الکبیر و السقیم و الضعیف و هر گونه یاد می شود. زیرا اینکه در این جمعیت های شما پیران سالا هستند، در این جمعیت شما بیمارا هستند، در این جمعیت شما خردسالا هستند، در این جمعیت شما کسانی هستند که گویم یگان کار دارند، یک شتاب دارند. از این خاطر گفتن نمازهاتون سبک کنید. لیکن نه اونقدر سبکه که دیگر گویم حتی همون تلفظ حرف ها مشاهده کرده نشود. یعنی همون حتی همون تلفظ حرف ها براید، یعنی قرائت یا همون قرآن من طبق تجوید قرآن شود. این حالت انشاءالله در نمازهای ما و شما یگان نقص کمبودی پیدا نمی شود. انشاءالله این جمعهش این قدر برای ما و شما کفایت میکند. جمعه آینده خدا خواسته باشد در اطراف این یک ماه مبارک برای شما صحبت انشاءالله انجام میدهم. از 13 اوگوست 2006 شهر دوشنبه مجلس شورای علمای جمهوری تاجیکستان قرار میکند. یعنی چند چیزی را که مجلس شورای علما پیشنهاد کردن من به سمع شما میرسانم، زیرا که من هم در حضور مفتی بودم. پر روز همین ها را برای ما دادن که در بین مردم خوانده دهید. ماه شریف رمضان از 24 سپتامبر روز یکشنبه معین کرده شود. لایحه تقویم رمضان ترتیب داده شده قبول کرده شود. یعنی روز یکشنبه ما باید که روزه دار باشیم. شما هر کدام دیگه ملاگی و صوفیگی و شیخی تا طرف مونین، همین روز یکشنبه روزه هست. حتی در حدیث های رسول اکرم همین سحر خواندم که کسی که یک روز یا 2 روز پیش از رمضان روزه میگیرد و در نزد پروردگار گناهگار است. همین روزی که معین شد روز یکشنبه، همین روز یکشنبه همگی روزه میگیریم. دیگر همین پراکندگی و فلانی فلان کرد، فلانی فلان گفت، این فلانی را بگذاریم یک طرف. بس از همین پراکندگی و بس از همین نافهمی هایی که در بین من داریم. هر چیزی که اینا قرار کردن جوابگر خودشان هستند.
دوم نصاب زکات 5000 سامانی معین کرده شود. از این مقدار 125 سامانی زکات دادن لازم است. تا امروز $1000 بود، امروز از بس که طلا که قیمت شده است گویم که نصاب زکات بلند برداشته شد، قریب از $1,500 الکی آدم سومدار زکات میدهد. یعنی 5000 سامانی 125 سامانی باید که زکات دهد. صدقه فیتر موافق معیار شرعی 1 کیلو و 822 گرم گندم یا با قیمت امروزه بازار 1 سامانی معین کرده شود. یعنی اثر هر یک نفر 1 سامانی صدقه فیتر میدهیم. انشاءالله این واجبی هم از گردنمان بیرون کرده می شود. و شعبه فتوای مرکزی اسلامی سفارش داده شود که موعظه های امام خطیبان را بررسی و مکمل نموده با تمام خطیبان مسجد جامعی جمهوری رسانند. ختم قرآن در ماه مبارک رمضان موافق نقشه شورای علمای جمهوری گذرانیده شود. یعنی در بسیاری مسجدها ختم قرآن گذرانیده می شود. انشاءالله در این جایهای ما و شما هم این ختم قرآن ساعت دارد می آید، در ما و شما هم باید که با ختم قرآن گذرانیده شود. مقصد از ماه رمضان هم این ختم قرآن است. این ختم قرآن در مسئله فقهی حتی که مردم بیمارند بیمار نباشند گفته باید ختم قرآن کرده شود. انا این یک گویم که پیشنهاد رئیس شورای علمای جمهوری تاجیکستان بود. یعنی از این انشاءالله ما و شما همیشه امروزه موضوعمان که از 24 سپتامبر ما و شما باید که روزدار باشیم. و در قسم سحرخیزی در اینجا یک تقویم هم برآمده است، البته در فروش است. اول روز از 4:28 شروع می شود، بعد آهسته یک روز در 2 منوت، یک روز دیگرش 1 منوت، همین خیلی میده کم کردن میگیریم. از این طرف از طرف شام باشد 6:28 است، آهسته باز چی میشد پس شدن میگیره 6:26 6:25 هم طرفتن میگیریم. یعنی این بعد تقویم بعد چیز دوشنبه راست کردگی است، در ما و شما یک 5 دقیقه فرق کننده است. بسیار بر وقتی بدم نخیزیم. بعضی آدمی هست که در ساعت 3 میخیزد، مثلا در ساعتهای 2 میخیزند. اینقدر بر وقتشان چی در کار؟ حضرت زید ابن ثابت میگوید تسحرنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک بار با پیغمبر خدا سحرخیزی کردم. ثم قمنا الى الصلاه، بعد از آن نماز بامداد رفتیم. قیل کم کان بینهما، حضرت زید ابن ثابت پرسیدن وقتی شما با پیغمبر در نماز بامداد رفتین، همون بین سحرخورک پیغمبر و بین نماز پیغمبر چند فرق کننده بود؟ قال بینهما 50 آیتن، گو 50 آیت میخواندی که صبح میدمید. یعنی اینقدر دیر حبیب خدا چیکار میکردن؟ سحرخوری میکردن. شاید 50 آیت در 10 دقیقه یا 15 دقیقه، اینا 20 دقیقه خوانیم. اگر 20 دقیقه به صبح حکیمان چی است؟ ما و شما این حالت در سحرخورک قد میکنیم. این از قاعدش. اینقدر دیری بدم، یعنی بر وقتی بدم گرفتن ما و شما هیچ حاجت ندارد. و از قسم بیگاهی هم حدیث قدسی است که احب العباد الی اعجلهم فطرا، پروردگار گفته است دوست داشته ترین بنده به سوی من همون بنده هست که بر وقت روزش می شکاید. ببین در بسیاری جایها پیش از نماز روزه شکایی است، بعد نماز میخوانند. درست است، با که ندارند. شما هم میتوانین که اگر مبادایی که در مسجدها اگر حضور داشته نباشین یا حضور نداشته باشین، این حالت شما روزه هاتون شکایین، بعدا نماز هاتون خوانین. این الله گفته است دوست داشته ترین بنده به سوی من است. زیرا شما در اصل اگر در نماز هم که قائم باشین، همه خیال شما به سوی طعام است. از این خاطر شما روزه هاتون شکایین، خاطرتون از طرف طعام جمع کنین، بعدا نماز خوانین. این ثواب است. السلام علیکم بابای حاجی مرزا، التماس با سوال من جواب گویه. نماز قضای همین روزه را در مسجد جماعت خواندن با امام درست است یا نه؟ درست است. اگر همین روزه نماز قضای جماعت باشد
در مسجد اگر با جماعت خب پیشین باشد، یک قومی هستند در مسجد نماز میخوانند، همگیشان گوییم که نماز پیشین قضا کردند. این حالت اگر همگی با جماعت در مسجد اگر همون قضای پیشین خوانند درست می شود. لیکن دیگر روزهاش در مسجد ما قضا را جماعت نمی کنیم، زیرا خود قضا کردن گناه است. باز وای وقتی در بین مردم نشان میده که من قضایی خوانده ایستادم، یعنی گناه خود آشکار در بین مردم نشان داده ای، اینش الکی صاحبان کتاب اجازت نمیدهند. زنها میتوانند که نماز تراویح یا اینکه نماز 5 وقته را جماعت خوانند اگر امام زن باشد. در آخر سلامتی بر شما از خدا طلب دارند. یعنی در این ماه مبارک اگر یگان زنی گوییم با فهم و زنی گوییم که از مسئله و مسائل درکدار باشد، خوب می شود که اگر یک جماعت آراسته کنند و زن در حالتی که پیش می درآید مثل مردها پیش نمی درآید، در همون صف اول می ایستد، نماز تراویح همون زنها را خوانده می دهد. یعنی بعد چه از پیش چه از بعد او اگر بین زنها گوییم باز یگان موعظه ترتیب دهد و زنها را گوییم از همه حکمهای پروردگار خبر دهد، این انشاءالله یک تعلیم و درس است. اگرچند که نماز 5 وقته را برای زنها در مسئله فقه حنفی کراهیت گفتند، لیکن اگر جماعتشان کراهیت هم که داشته باشد، لیکن پهلوهای ثوابشان خیلی زیاد است، خیلی خیلی زیاد است. از این خاطر می توانند زنها که در این ماه جماعت ترتیب دهند، یگان زن عالمه را پیش درارند، همون در صف اولشان نمازشان خوانده دهد، خوب است، این نیک است.